لیاقت سوالی که ازم میپرسن خب خیلی راحت جواب بده. سلام علیکم. سلام علیکم. خوبی؟ جوری؟ جوری دادی. اسم چیه؟ لیاقت. چند سالته لیاقت؟ 22 سال. ماشاءالله. چند وقت تو روستا هستین اینجا؟ 4 ساله 5 ساله. قبلش روستای دیگه بودی؟ ها. شما میرین کاره هرس و اینا انجام میدین؟ آره. یا خودت مثلا زمین داری؟ زمین داریم. کشاورزی میکنیم. چی کاشتین امسال؟ مثلا هیچ. شغل بچه‌های اونجا کلا چیه بیشتر؟ دریا میام. کشاورزی میکنم. آب از کجا میاری بری زمینتون؟ چهار. یه مدتیه لیاقت جون چند تا مهمون تو روستاتون اومدن. کارشون چیه؟ چند وقت اینجان؟ 2 ماه یالده لوکشی میکنم. آب نداشتین قبلا؟ قبلا آب نداشتیم. الان توی شهر خب کلاش لوله کشیه دیگه. کلا چی باز میکنی آب بیاد دیگه نمیخواد چا بیاد. چرا نمیرید همونجا؟ کار نداری. پس اینجا کلا راحت داری. اینجا راحت تره. دست در نکنه لیاقت. خیلی ممنون. خدا قوت.